ایران بعد از اسلام تکیه بشه. ما افتخاراتی که ایران دوره اسلامی داره در هیچ دوره دیگری از دوره‌های تاریخی ما این افتخارات وجود نداره. من این رو با استدلال عرض میکنم به شما و این قابل اثبات. گسترش کشور، پیروزی‌های بزرگ نظامی کشور، پیشرفت‌های عظیم علمی کشور در زمینه‌های گوناگون، اینا همش مال دوره‌های بعد از اسلامه، نه اینکه قبل از اسلام نداره از این چیزا. چرا؟ اما نسبت به دوره اسلامی نه، ناقص اونها، کمه. ایران بعد از اسلام میکنه، روشن نیست این ایران بعد از اسلام دقیقاً منظور دوران شیعه‌گری هست، دوران تشیع هست و اگر چنین هست این ایده‌ای که در واقع شیعه‌گری و تشیع ملهم از ایران پیش از اسلام هست، این تناقض رو چطور میشه درک کرد؟ من برام درک این تناقض اصلا میسر نیست، برای اینکه اولا همونطوری که شما اشاره کردید برخی از مهمترین کسانی که به عنوان فلاسفه ایرانی اسلامی شناخته میشن یا شعرای ایرانی اسلامی شناخته میشن، اینها هیچ کدوم شیعه مسلک نبودن. شیعه در زمان صفویه اون هم به ضرب شمشیر با کشتارهای وسیع در ایران حاکم میشه. به علاوه اینکه ما بعد از اسلام دستاوردهای ایران داشته که با دوران قبل از اسلام قابل قیاس هم نیست، اون هم به گمان من با هیچ ملاکی قابل پذیرش نیست. ایران قبل از اسلام امپراتوری جهانی بود که قدرتش از مراکش عملا تا مرزهای روسیه میرفت. کشتی‌های ایران در سراسر آبهای جهان بودند. هرودوت که هیچ دلی به از مهر به ایران نداره، در تاریخش که مهمترین تاریخ غربه، عملا در ستایش ایرانی ها میگه که اینها یکی از بزرگترین قوم های تاریخ هستند، علم رو دوست دارن همه جا رو کشف میکنن. به این اشاره میکنن که ایرانیان اون زمان، یعنی زمان هرودوت، داشتن سعی میکردند که اونچه که بعدها کانال سوئز شناخته شد و ساخته شد بسازن. دیگران هم همینطور. شما نگاه بکنید هیچ قومی نیست که در ادبیات کلاسیک یونانی در موردش یک نمایش باشه. در ادبیات کلاسیک یونانی همش در مورد یونانیان و خدایان یونانیانه. فقط آخیلوس، ایرانیان آخیلوس هست که در مورد ایرانیان هست. به همین خاطر این در هم شکستگی که بعد از اسلام آمد، از همپاشیدگی امپراتوری ساسانی و جنگ‌های داخلی و عنادی که بسیاری از علمای شیعه و علمای سنی با رواج علم داشتند، با رواج تفکر داشتند، این با هر روایتی که من از تاریخ میشناسم بیگانه است. به علاوه همونطور که اشاره کردید اتفاقا خیلی ها از جمله کربن، از جمله معین، از جمله پور داوود که به تفصیل نوشتن در مورد اینکه تشیع در واقع بازگشت به ارزش‌ها و باورهای ایران باستانه. از مفهوم امام زمان بگیرید تا مفهوم 12 امام و بسیاری مفاهیم دیگه که هم پور داوود توضیح داده، هم معین توضیح داده، هم کربن در یک کتاب 3 جلدی. همین خاطر من مستند صحبت‌های ایشون رو جز این که از سر غیظ گفته شده باشه اصلا خبر ازش ندارم. گفته آقای مینانی و نقلی که میکنن از محققین این که تشیع بازگشت به ارزش‌های ایران باستانه. عرض شود که خب این صحبتی که آقای خامنه‌ای کردن، مسئله تشیع مطرح نیست. به طور کلی در واقع این دو بعد هویت ملت ما رو روش دارن تاکید میکنن که ما یه هویت ایرانی داریم و یه هویت ایرانی، حالا یه هویت اسلامی، بد یا خوب، بالاخره قرن هاست که ایرانی‌ها بر این آیین مؤمن بودن و یا آثاری به نام تمدن اسلامی باقی مونده. تلاش بر تفکیک این دو بعد هویتی
به نفع جامعه ما نیست. هم اون کسانی که میخوان بعد ملیت رو کنار بذارن، اینطور که بعد از انقلاب هم ملیگرایی خلاف اسلام تبلیغ شد، در واقع تیشه به ریشه این شجره میزنن، و هم اونایی که میخوان اون بعد اسلامیتشو که به هر حال حامل یک تمدن طولانی هست. ایشون هم در واقع تو این صحبتشون انکار نکردن که اون ابعاد علمی قبل از آشنایی ایرانیا با اسلام، بلکه میگن اون چه که اتفاق افتاده، اون تمدن اسلامی از نظر ظهورش، حضورش برای ما ملموستر و محسوستر هست. مطلبم روشنه. به هر حال ایران در طول تاریخ گذشتهش یکی از دو ابرقدرت بود. از نظر کشورگشایی، اداره متصرفات، شهرسازی، سیاست مدن به هر حال خیلی پیشرفته بود، قابل انکار نیستش. ولی خب همه میدونیم که قبل از اسلام ایران از یک نظام طبقاتی برخوردار بود، نظام کاستی که معمولاً توده های مردم اجازه علم آموزی رو نداشتن. این داستان رو همه شنیدیم که در زمان انوشیروان یک دهقان به معنای زمیندار و مالک حاضر میشه که همه املاکشو بده، انوشیروان اجازه بده فقط بچه این درس بخونه. خب اونم میگه چنین چیزی نمیشه که بچه تو در یه نیمکت در کنار بچهای اشراف قرار بگیره. اتفاقی که افتاد، هم ظلم و ستم در واقع موبدان، دستگاه مذهبی بسیار سلطه‌گر و غارتگری که حضور داشت اونجا، اختلافات درون حکومت و این نظامی که محدود بود سوادآموزی. خب وقتی که اینا برداشته شد، متصرفات به هر حال دوران اسلامی اون موقع همه به زبان واحدی چون صحبت می‌کردن، از اندلس گرفته تا هند تا ایران، امکان تبادل تجربیات علمی فراهم شد و بعد توصیه‌های قرآن روی علم آموزی. خب همه میدونیم اولین کلمه‌ای که بر حسب ایمان اسلامی به پیامبر نازل شده خواندن اقرأ بسم ربک الذی خلق. خدا رو وقتی میخواد معرفی کنه میگه کسی که علم بالقلم، قدرت کارآموزی قلم رو به تو آموخت. یا سوره‌ای به نام قلم هست که به دوات یعنی مرکب و به قلم و ما یسترون، آنچه که می نویسند، سوگند خورده. یعنی فرهنگی جایگزین شد که تشویق میکرد، توصیه میکرد به علم آموزی. بنابراین علم جنبه ملی پیدا کرد. مسلماً این هوش و استعداد در ایرانیا بوده، آثاری هم قبلا داشتن، ولی قدرت امپراتوری ایران در مقایسه اگر بخوایم با یونان باستان مقایسه بکنیم، بیش از اون چه که جنبه فلسفه و علوم و ریاضیات باشه، بیشتر در اداره متصرفات و شهرسازی و اون جنبه های در واقع مدیریتی بود. البته خب این استعداد بودش، نمیخوام بگم نبوده، آثاری هم خب هست، ولی الان هر ایرانی بخواد یک کاغذ جلوی خودش بذاره، یادداشت بکنه اسامی بزرگانی که ما در طول تاریخ داریم، از شعرا گرفته سعدی و حافظ و مولوی و غیره، تا فیلسوفایی که داشتیم، تا پزشکان معروفی مثل ابن سیناها و رازیها، ریاضیدانها، شیمیدانها، منجمان، لیستی اگر تهیه بکنیم میبینیم که به ندرت در بین اون لیست میتونیم اسامی از اون گذشته پیدا بکنیم. پس شما در واقع شرایط آقای مهندس، پس در واقع به شکلی شما این رو تایید میکنید که نگاه تشیع در واقع به شکلی، یا شاید حالا رد میکنید، این پرسش من دوباره میخوام مطرح بکنم که بازگشت میخوام عرض کنم که تشیع که این اواخر به وجود آمد، یعنی جامعه ایران عمدتاً ایران اهل تسنن بودن از دوران صفوی اینها، که دیگه اون دوران با شکوه تمدن اسلامی هم تمام شده بود. ما تا قرن 4 و 5 اون دوران با شکوه تمدن اسلامی رو داریم که عمدتاً این تمدن رو دوش ایرانیا و اندلس، مردم اسپانیا بود دیگه. یعنی شاید 90% دانشمندان بزرگ تمدن اسلام از ایران بودن و از اسپانیای سابق، وگرنه از مکه و مدینه کمتر دانشمندی در این رشته‌های علمی ظهور و بروز کردن. من منظورم به طور کلی اسلام هست. اتفاقا از دوران تشیع به بعد که اسلامیت غلبه پیدا کرد، عمدتاً
ما در فقه و مسائل در واقع محدودتر رفتیم، اون علوم دیگه تعطیل شد. نمیگم نیستش، ولی دیگه خیلی نادر بود دانشمندانی که دوره‌های پیشین در اون دوره‌های قرن چهارم پنجم داشتیم که اون جامعه هنوز تقسیم به شیعه و سنی به اون صورت نشده بود. ببینید، اولا من با گفته آقای مهندس بازرگان اصلا موافق نیستم که شما اگر به تاریخ قبل از اسلام ایران برگردید هیچ متفکر بزرگی پیدا نمی کنید. شاید به ضرس قاطع بشه گفت با نفوذترین پیامبر تاریخ تمام ادیان ایرانی است، یعنی زرتشته. این رو من نمیگم، شما مورخین مسیحی رو نگاه بکنید، شما خود بنیانگذار مذهب کاتولیک رو یاد بکنید، یعنی آگوستین قدیس، خاطرات آگوستین قدیس رو بخونید. آگوستین قدیس که بنیانگذار کاتولیسیسم، مسیحیت قرون وسطا رو او مدون کرده، میگه در شمال آفریقا در قرن چهارم پرنفوذترین اندیشه های ایرانی بود، اندیشه مانوی بود، اندیشه مهری بود، اندیشه زرتشتی بود. و بسیاری از مورخین غربی، از یونگ روانشناس بگیرید تا آقای بلومی که منقده و کتابی نوشته به نام در واقع مسئله هزار پرستی و اینکه کل مفهوم هزار پرستی که 2 سال پیش رواج داشت ایرانی است و زرتشتی است، مفهوم بهشت و دوزخ زرتشتی است، مفهوم به اصطلاح آمدن انسان برای هدفی در این دنیا، قانون هزار بودن، تولد مسیح به عنوان از یک مادر باکره. شما اصلا فهرست نفوذ زرتشت رو در اندیشه های یهودی، بعد از اندیشه های یهودی در اندیشه های مسیحی و بعد از طریق اونها در قرآن، برای اینکه قرآن بسیاری از روایات خودش رو، داستانهاش رو، تشیع بسیاری از اصول اساسی شرعیات خودش رو از این سنت ها قرض گرفته. چطور میشه گفت ایران قبل از اسلام نفوذ نداشت؟ آیین میترا، تمام معماری کلیساهای مسیحی از آیین میترا میاد، تمام مفهوم مسیح از آیین میترا میاد. این اتفاقا به نظر من بخشی از نگاه نادرست اسلامیون هست به تاریخ که میگن قبل از اسلام جاهلیه است. هر جا اومدن گفتن قبل از اسلام جاهلیه است، اسلام اومد و نور آورد، در حالی که نه در مورد ایران این به صدق میکنه، نه در مورد مصر صدق میکنه، نه در مورد مراکش صدق میکنه. بسیاری از این کشورها اینها به قول کتاب واقعا درخشانی که در این مورد هست، آقای دکتر محمدی نوشتن، نتیجه 50 سال تحقیقش است به اسم تاریخ فرهنگ ایران، دقیقاً در همین دوران گذار میگه یک گرایشی از همون آغاز به تعریب تاریخ وجود داشت، عربی کردن تاریخ وجود داشت. این حرف آقای دکتر مهندس هم درست نیست که وقتی که اسلام اومد همه عربی صحبت کردن. از قضا ایرانی‌ها صحبت نکردن. ایرانی‌ها تنها کسانی بودن که پا فشردن بمونه و به گفته محمدی دلیلش هم این بود، دلیلی که عمری که هر سال عمر کشون میکنن و فتح اسلام به دست او بود، عمر وقتی که آمدن ایران و گرفتن تیسفون رو، متوجه شدن یه سیستم دیوانی بسیار پیچیده است. اون دهقانایی که ایشون بهش اشاره کردن همه رو سر کار نگه داشتن، دیدن یه سیستم مالیاتی به غایت پیچیده و سودآوری است. عمر دستور داد که شما به زبان فارسی سیستم دیوانی رو حفظ بکنید. چرا تا زبان هارون الرشید همه وزرای درجه یک این خلیفه ها ایرانی هستن؟ برای اینکه ایرانی ها بودن که میتونستن این سیستم دیوانی رو بچرخونن. نکته پایانی دوباره اتفاقا یکی از نکات آغاز کتاب دکتر محمدی است، میگه چرا وقتی که به ما تاریخ به ما یاد میدن، تاریخ ایران رو از زمان هخامنشیه ولی تاریخ ادبیات ایران بعد از اسلامه. بعد دلیلش هم توضیح میده،
میگه برای اینکه اینها در آغاز اسلام بعد از اینکه این حرکت تعریب یعنی عربی ساختن همه چیز شروع شد، تمام کتب و آثار و اشعار قبل از ایران رو یا ترجمه کردن به اسم خودشون در آوردن، اسامی کتابا رو در آورده، یا از بین بردن. نمیشه تصور کرد که یه جامعه فقط فرهنگ داره، فرهنگ اداری داره ولی فرهنگ فکری نداره. نکته آخری هم که عرض میکنم، آقای خامنه‌ای گفتن که ما دلایلی برای این عظمت نداریم. سوای تخت جمشید و سوای هزاران علامت دیگه‌ای که بعضیش هم اشاره بهش کردم، ما الان نزدیک 35,000 در دانشگاه شیکاگو لوح‌هایی هست که از دوران هخامنشی باقی مونده. بله. از اینا فقط 3,000 تاش ترجمه شده. اونها نشون میده که چقدر عظمت فکر ایرانی ها، تساهلشون در مصر، سیستم قانونمندیشون، زنان کارمند در تخت جمشید به اندازه مردان 2500 سال پیش حقوق میگرفتن. یکی از این لوح‌های ترجمه شده فهرست حقوقی اینهاست. اینها علائم انکارناپذیره. چطور میشه گفت که ما علائمی از عظمت ایران باستان نداریم؟ حقوق بشری که مد نظر کوروش بود، اون آزادی مذهبی که مد نظر کوروش بود، در تضاد با یک اسلام رو به گسترشی که به گفته بعضی اسلام بت‌شکنی بوده که نیاز بوده در واقع این اسلام، و به گفته آقای میلانی به زور شمشیر در واقع می‌خواسته کشورگشایی بکنه احیانا، یا گسترش بده اسلام رو. ببین، عرض من مسئله علوم بود که در این گفتار آقای خامنه‌ای هم به اون اشاره شده. منظور از علوم ریاضیات، فیزیک، شیمی، پزشکی، نجوم. توضیحاتی که جناب دکتر دادن درباره تفکرات دینی زرتشت یا مانوی ها یا مزدکی ها، اینا ربطی به علوم نداره. بله، ایرانیا به قول برتراند راسل دیندارترین ملت های روی زمین بودن. اون موقع که مانوی مذهب بودن یا مزدکی بودن یا زرتشتی بودن، در دینداری خودشون بسیار جدی بودن. اون موقع هم که مسلمون شدن، از خود مسلمان ها خیلی مسلمون تر شدن. شما ببینید این 6 تا کتاب اهل تسنن و 6 کتاب معتبر حدیثی که صحاح سته میگن، 5 تاش ایرانی هن. زبان عربی رو ایرانی ها تدوین کردن. مذاهب اهل تسنن و عمدتاً ایرانی ها پایه‌گذاری کردن. بزرگترین کتاب های فلسفه، تاریخ، تفسیر، همه اینها رو ایرانی ها تدوین کردن. من بحثم این نیست که ایرانی ها فاقد استعداد بودن. بحث اینه که شرایط سیاسی اجتماعی ایران به گونه‌ای بود که علم آموزی برای همه مردم مقدور نبود. بعضی از جوانان ایران که علاقه داشتن برای خوندن فلسفه میرفتن به یه مدرسه فلسفه در ادس، ترکیه فعلی بود، بیشتر تحت تأثیر فرهنگ یونان بود. یا برای اولین بار مسیحی‌ها وقتی در گندی شاپور اون کلیسایی ساختن، در کنارش درمانگاهی ایجاد کردن، اونجا یه تحقیقات پزشکی به وجود آمد که البته در دوران انوشیروان هم پروبال دادن اونجا، و بعدن که اعراب آمدن جندی شاپور اونجا رو کردن. ببینید آثار اداری رو که من انکار نمی کنم. بله خب تشکیلات فوق‌العاده بوده. من اول عرایضم این رو تاکید کردم که یه نظام اداری بسیار پیشرفته‌ای بوده. ایران تجربه داشته تو اون کشورهایی که تصرف می‌کرده اداره اونجا. اینی که 3500 تا حالا لوح پیدا کردن که چه نظامی از نظر حقوقی بوده، بله همه اینا درسته. ولی تخت جمشید، من خودم معمارم، این رو من بهتر میدونم که هیچ ربطی به معماری بومی ایرانی نداره. حتی یک نمونه ما از تخت جمشید قبل از اون نداریم و بعد از اونم ساخته نشده. درست مثل امریکا که خب قدرت برتر از همه جای دنیا متخصص میاره، نظام ایرانم دوران هخامنشی یا ساسانی بهترین متخصصا، صنعتگرا رو از جای مختلف دنیا می آوردن می ساختن. شما اگر ببینید لیست تمام اینام تو کتابای تاریخی هست، اونا که تخت جمشید رو ساختن، این یه معماری جوشیده از معماری بومی و ملی ما نیست. هیچ ربطی به آب و هوای به خصوص منطقه شیراز که 50 درجه اختلاف سرما و گرمای تابستونه نداره. ایرادای بسیار زیادی از نظر فنی درش هست. بله یه قدرت سیاسی برتری بودیم، قدرت اداری فوق‌العاده‌ای داشتیم،
ولی اینطوری که فرض کنید تمدن یونان معروف به علوم دقیقه، ما در این جهت نه اینکه بگم ما فاقد این استعداد بودیم، نظام سیاسیمون وضعیت داخلیمون به گونه‌ای بوده که این امکان برای همه فراهم نبوده. البته اسلام که آمد عربا که علم نداشتن ولی تغییراتی، تحولاتی در جامعه سیاسی اون روز پیدا شد که محصول و نتیجه این تحولات این شد که ایران در زمینهای مختلف رشد فوق‌العاده‌ای پیدا کنه، سرآمد همه کشورهای اسلامی اون روزگار بشه و کتاب‌های فرض کنید ابن سینا تا 300-400 سال در دانشگاه‌های آلمان و فرانسه و ایتالیا و نمیدونم روم و همه کشورهای مختلف تدریس بشه. بنابراین ایران دارای چنین استعدادی، امکاناتی بوده، ولی نظام سیاسی حاکم چنین امکان رشد و گسترشی رو نمیداده به دانشمندان. بعدن که این سد و موانع برداشته شد، بله. ایرانیا و بعضی از کشورهای دیگر رشد فوق‌العاده کردن و حتی این علوم رو در سطح جهان گسترش دادن. ببینید حدود 70 سال پیش یکی از متفکرین ایرانی به اسم سید فخرالدین شادماند که برای اطلاعش بینندگان بگم که دایی منم هست، در یک کتاب بسیار جالبی به اسم تسخیر تمدن فرنگ، خطابش به همین آقایون روحانی است، خطابش هم به همین کسانی است مثل آقای خامنه‌ای. میگه چرا در حوزه ها انقدر عناد دارید که با ایران بجنگید؟ چرا به جای زبان فارسی زبان عربی رو تدریس میکنیم؟ من فکر میکنم الان بعد از 32 سال مردم متوجه شدن که این رژیم با یک عناد غیر قابل تصوری، به نظر من حرف آقای بازرگان کاملا درسته، ما یه هویت دوپاره داریم، نمیشه اینها را از هم جدا کرد. در زمان پهلوی به خصوص رضا شاه سعی کرد که بر جنبه قبل از اسلامش تقویت بیشتری بکنه، واکنشش همین اتفاقات 30 سال اخیره. نه به زور میشه جنبه اسلامی رو از بین برد، نمیشه به زور جنایاتی که به اسم اسلام صورت گرفت از بین برد. این علمی که ایشون میگن در تمام تاریخ 700 ساله علمای اسلام با علم در مفهوم امروزیش مخالفت میکردن.